مقاله که کمبغل را در بالای اشتر هم سگ میگذد، از آن که کمبغل است و دایم از نظر روانی، جسمی، فکری، اخلاقی در موقع بسیار محدود که قرار گرفته است، در بالای اشتر هم که باشد همون حالت در وجود وی هست و نه در که سگ، هر مخلوق دیگر هم جسارت دارد که به طرف وی با نظر کمبینی نگاه کند یا هجوم کند. کمبغل اینم مثلا من خدمتچی حربی ام، بچه‌های همش کمبغل میروم. بچه‌های همش کمبغل میروم. کجا؟ خدمت با. همین بویا مصیبت با سر همه میاد. برای همه میاد. برای کمبغلا که اومد وقتی که سوم ندارن درو میگن که کمبغل در بالای اشتر از کوچکش سگچه میگذارد. در این مقال خلقی من همین رو میفهمم که بعضی انسان هایی هستن که استعداد دارن شاید یا اینکه یگان کار افضلن برتری دارن، همو متاسفانه در همو کار نمیافتند. یک معناش همین، شاید با معنای دیگرش همین که مثال همین یگان آدم میخواهد یگان کوشش کند، ارزنده هست هم آدم اما با مقصد نمیرسد. خیلی که پاجون که کمبغل در بالای اشتر سگ میگذاره برای که یگان کارش روی چی نمیشه، اومدش نمیگیره، برای سبب که با گپ کوچگی اگر بگیریم تحقیقی نداره، چی اومد نداره. خیلی زمان مسئله توجیکی واقعیت دارد که واقعیت داشتنش چند نمود فهمیدن ممکنه بازی هیچ نمیشه با گپ زده. برای چی؟ در همین دور زمان مثلا چگونه شما میفهمیدن این فکری که ما داریم دیگر خیلی فکر میکنیم. کدام است چی است؟